امروز روز 8 محرم، روز پنجشنبه موافق به 3 ایولی سال 2025. فردا روز جمعه 9 محرم، یعنی روز 4 ایولی 2025. پس فردای دیگر روز 10 محرم، یعنی روز 5 ایول. و پگاه که روز تاسوعا هست، یعنی روز 9 محرم است، باید یکشن مسئله های مهم آیدی روز تاسوعا یعنی 9 محرم و روز عاشورا 10 محرم باید به شما چی گوش رس کنیم. و ما بر وقتتر در اینستاگرام هم نوار کوتاه آورده بودیم، در یوتیوب هم غیر ما هم دیگر اهل علم و دعوتگرها آگاه کردند. ولی به هر حال یار و دوست ها نزدیکان آگاه کنید هم تا اینکه به سحری برای روزه گرفتن آمادگی خویش را بینند، با خوابشان نبرند. بنابراین با نگویید که من فراموش کردم، نگویید که خوابم برده است. خوابتان برد هیچ گپی ندارد، نخورید هیچ چیزی، ننوشید.